سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این شعری که براتون میخونم به مناسبت سالگرد مادرم نوشتم. ممکنه کمی خاطرتون مکدر کنه، اما امیدوارم که به دلتون بشینه و روح همه مادرهای از دنیا رفته شاد. خانه تا گورستان چشمهایم تو را از لابلای پارچه کتان بیرون می‌کشید و در خیالش هزار حرف نگفته را روی زخمهایت بخیه می‌زد و تنها با بوسه باز هم بوسه بدرقت می‌کرد. بیرون کشیدم از بین خاک و سنگ منی را که با تو مرده بود، روی شانه هایم انداختم و انگار 1400 ساله که با خودم حمل می کنم. با همین شانه های ظریف زمانه‌ام جسدم را هر روز از اتاق خواب به آشپزخانه، هر روز از آشپزخانه به زندگی که بیشتر شبیه میدان جنگ است به دوش می کشم. چگونه زانوهای لرزانم هنوز، دستهای لرزانم هنوز و بغضی که در گلویم نشسته هنوز من را از پا در نیاورده است. حالات عقربه هایی، چاقوهای کند زمان هر روز 24,000 بار تنم را تکه تکه می کنند و من هر شب از میان چرخ دنده های ساعت آه مادر رفتی و من از میان تمام پیامبران بیشتر شبیه ابراهیم شدم، پیامبری که هر روز زنده می کند زنی را که با گوشت و گوشت بدنش به دیوارهای این خانه چسبیده است. هر روز زنده می کنم زنی را که با گوشت و استخوانش به دیوارهای این خانه چسبیده است.